بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقتتون بخیر. انشالله که کاملا خوب و صحتمند و سر حال باشین. چطور هستین؟ کاملا جور صحتمند؟ خدا شکر. پس به این که بخیر درس خود شروع کنیم. درس ما و شما درس 23 فصل دوم جغرافی صنف نهم است که در صفحات 67 و 68 کتابتان در مورد جغرافیای بشری قاره استرالیا گفته. اما پیش از اینکه در مورد جغرافیای بشری، تعداد نفوس و مردم قاره استرالیا ما و شما بخوانیم بفهمیم، بین یک مرور کوتاه به درس گذشته خودم داشته باشیم. در درس گذشته ما و شما در مورد جغرافیای سیاسی قاره استرالیا گفتیم استرالیا دولت فدرالی شاهی مشروطه یا پادشاهی پارلمانی است که ملکه انگلستان به شکل تشریفاتی در رأس دولتش قرار داره. اما در حقیقت گفتیم که استرالیا یک دولت فدرالی است که 7 پارلمان ایالتی داره و هر پارلمان هم امور مربوط به اونمو یک ایالت خاص خود انجام میده و یک پارلمان ملی و مشترک هم داره که در مرکز استرالیا یعنی شهر کانبرا موقعیت داره و امور کل مملکت انجام میده. نوع حکومت استرالیا هم شبیه حکومت فدرالی ایالات متحده آمریکا و کانادا بود که در درس‌های گذشته در موردش ما براتون گفته بودم. در پهلوی از او در مورد لسان رسمی ای کشور گفتیم که انگلیسی است و پایتختش هم میشد شهر کانبرا. اکثریت مردم این مملکت هم پیرو دین عیسوی هستند و اگر شما نقشه استرالیا را گفتیم ببینین، استرالیا به 6 ایالت و 2 منطقه تقسیم شده که ایالت ها و مناطق هم براتون گفتم. یک ایالت بود نیو ساوت ویلز که امروز هم در مورد زیاد گپ زدیم و ایالت ویکتوریا، کوینزلند، استرالیای جنوبی، استرالیای غربی و تسمانیا. این 6 ایالتش بود و 2 منطقه‌ای که در استرالیا هست و کاملا مستقل هستن. یکی منطقه پایتخت بود که میشد کانبرا و منطقه شمالیش است. این 2 منطقه خود استرالیا است و حکومت استرالیا در سال 1901 میلادی استقلال خود کسب میکنه و پارلمان فدرالی استرالیا را گفتیم که متشکل از 2 بخش است. یکی ولسی جرگه که در لفظ ما و شما، در اصطلاحات ما و شما میشه ولسی جرگه که 148 عضو داشت و دومش هم مجلس سنا که 76 عضو داشت. تمام گپایی بود که در مورد استرالیا در درس گذشته گفتیم. اما بیاین که در درس فعلی خود راجع به جغرافیای بشری استرالیا هم بگوییم، هم بخوانیم، هم معلومات پیدا کنیم. اما پیش از اهداف درس براتون بگویم. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. اولین هدف درس ما و شما آشنایی با جغرافیای بشری استرالیا است. ما و شما باید بفهمیم که استرالیا از گذشته‌های دور تا فعلا چقدر نفوس داره و این نفوسش در کدام مناطق استرالیا با چی تعداد جمعیت و به چی دلیل زندگی میکنن. و در درس‌های آینده و درس فعلی خود کم کم هم در مورد نژاد و زبان مردم استرالیا خواهد گفتیم. هرچند در درس‌های گذشته هم تکرار شده، اینجا فقط یک مرور کوتاه براتون خواهد داشت. اما به این که از جغرافیای بشری استرالیا براتون بگویم که نفوس استرالیا متشکل از کدام مردم است، تعدادشان چقدر هست، در کدام مناطق استرالیا زندگی میکنن. سوالاتتان هم یادداشت بگیرین، از من بپرسین، حتما براتون جوابش هم میگم. نکات مهم درس یادداشت بگیرین که هیچ وقت فراموشتان نشه. پس آماده هستین که در مورد جغرافیای بشری استرالیا یا قاره استرالیا براتون بگیم؟ بسیار. اول از ساکنان اولیه استرالیا براتون بگیم که مردمی که بر اولین بار در استرالیا زندگی میکردن کیا بودن و امروز ساکنان استرالیا کیها هستن، از کجاها آمدن. آیا مردم سابقه استرالیایی هستن یا کسای دیگه هم مهاجرای هستن که آمدن وارد این سرزمین شدن و تا امروز در اونجا مسکن گزین شدن و جزء نفوس استرالیا حساب میشن.
اولین و نخستین ساکنای استرالیا را بومیایی تشکیل میداده که از جنوب شرق آسیا به استرالیا مهاجرت کردند. ما شما در مورد مهاجرت های آسیایی ها گفتیم که به نقاط مختلف دنیا از جمله کشورهای اروپایی، امریکایی و حتی استرالیا هم مهاجرت کردند. وقتی که اروپایی ها بعد از سال 1830 میلادی داخل استرالیا میشن، کمتر از 500,000 افراد بومی در این قاره زندگی میکردن. پیش از اینکه مهاجران از جاهای دیگر مخصوصا از اروپا وارد سرزمین به نام استرالیا شوند، تقریبا 500,000 نفر که بومی بودن و جز مردمای اصلی و ساکنای اصلی استرالیا بودن در این منطقه و در این سرزمین سکونت داشتند. افراد بومی استرالیا دارای پوست تیره، پوستشان نسبتاً رنگش تیره تر است که به 550 قبیله تقسیم شده بودند و هر قبیله از چندین طایفه هم تشکیل شده بوده. یعنی این 500,000 نفر 550 قبیله بوده و هر قبیله هم چندین طایفه داشته که به شکل ابتدایی و بدوی و سنتی بومی در استرالیا زندگی میکردند. اما وقتی که با شروع اکتشافات سفیدپوستای اروپایی که 200 سال قبل این حالت صورت گرفته و وقوع جنگ بین اروپایا و بومیای استرالیا صورت گرفته، متاسفانه تعداد نفوس بومیا هم کم شده. به خاطر چی؟ به خاطر که معمولا در درس‌های گذشته هم گفتیم اروپایی ها و سفیدپوستا میخواستن که سرزمین‌های جدیدتر برن بگیرن، تسخیر کنن، تحت استعمار خود بیارن و افراد انسانیش رو تحت استثمار خود بیارن، از نیروی فیزیکی و دماغی از اونا استفاده کنن که کار دقیقاً در مورد استرالیا هم انجام میدن. اما وقت اروپایی‌ها میخواین وارد سرزمین استرالیایی ها شوند، با مردم بومی درگیر میشن، اونا از خود دفاع میکنن، بینشان جنگ میشه و در اثر این زد و خورد و جنگ ها تعداد نفوس بومی ها متاسفانه کم میشه. به دلیل چی؟ به دلیل که کشته میشن و از بین میرن. و در این اواخر هم نفوس بومیان استرالیا تقریبا به 60,000 نفر میرسه. پیشتر گفتیم 500,000 بودن، اما فعلا این تعداد بومیا کم شده، تقلیل پیدا کرده و 60,000 نفر رسیده، بسیار زیاد کم شده. اما فعلا هم رشد نفوسشون به اساس شرایط بهتر زندگی آهسته آهسته بازم زیاد شده و تعدادشون میگن که در حال زیاد شدن از قال جنگ وجود نداره. به خاطر چی؟ به خاطر که استرالیا یکی از کشورهای پیشرفته دنیاست و این بومیا آهسته آهسته دوباره میخواین که تعداد نفوس خود بیشتر و بیشتر هم بسازن تا برسن به مثل گذشته خود. تا سال 1920 میلادی استرالیا به 5 میلیون نفر نفوس داشته و نفوسش میرسیده و مهاجرای غیر انگلیسی هم به نفوس استرالیا افزودن و نفوسشون بیشتر ساخته و در سال 1945 میلادی جمعیتشون به 7.5 میلیون نفر میرسیده، در حالی که فقط نیمه از اونها را انگلیسی ها هم تشکیل میداده. امروز نفوس استرالیا را مهاجرا و بومیای استرالیایی تشکیل میدن. ما شما گفتیم که وقت بومیا دو سرزمین به تعداد 500,000 سکونت داشتن، اما اروپایی ها سفیدپوستا میان مسکن گزین میشن. امروز دیگه تعداد ساکنای استرالیا به شکل مختلط است، یعنی با هم یک جا زندگی میکنن، در کنار هم زندگی میکنن. از این خاطر میگن که تعداد نفوس استرالیا را هم استرالیایی های بومی و هم انگلیس ها تشکیل میدن. جان یک کس دست خود بالا کرده. بله، سوال دارین؟ استاد، مهاجران از کدام کشورها به استرالیا آمدند؟ بسیار خوب. صنفیتان میپرسه که این مهاجرها از کدام کشورها آمدن. ما گفتیم که سفیدپوستای اروپایی، اما از کدام کشورهای اروپایی آمدن این مهاجرها و مسکن گزین شدن در استرالیا؟ البته باید بگویم که مهاجرای جدید استرالیا از کشورهای آلمان، هلند، ایتالیا، پولند و کشورهای دیگه اروپایی آمدن، وارد سرزمین به نام استرالیا شدن و امروز در اونجا سکونت دارن. پس در پلوی او بومیا مردم آلمان آمده، مردم هلند آمده، ایتالیایی ها هستن، پولندی ها هستن و کم و بیش از کشورهای دیگه اروپایی هم هستن. اما در سال 2008 میلادی بیش از 20 میلیون نفر در استرالیا زندگی میکردند که تراکم نفوسشان به طور اوسط در فی کیلومتر مربع به 3 نفر میرسیده. پس
یک سرشماری که در سال 2008 انجام شده گفته شده که بیش از 20 میلیون نفر در استرالیا زندگی میکنن و تراکم نفوس هم در هر فی کیلومتر مربع 3 نفر هست. این اونمو به اساس تحقیق که انجام شده، سرشماری که شده و بالاخره آمدن نفوس استرالیا رو گفتن. استرالیا یکی از کشورهایی است که اکثریت نفوسش هم در شهرها زندگی میکنن و حدود 85% نفوس استرالیا در چند مرکز مهم متراکم هستند، یعنی زندگی میکنن، در حالی که مناطق وسیع از دهات و قریجات استرالیا میگن که از مردم خالی است. مردم آمدن داخل شهرها شدن، دیگه در قریه و ده و اطرافش و قدر زندگی نمیکنن. تقریبا بیش از 6 میلیون نفوس استرالیا در 2 شهر بزرگش که یکیش میشه سیدنی و دومش میشه ملبورن زندگی میکنن. معمولا تعداد زیاد از نفوس از جای دور استرالیا آمدن در این 2 شهر بزرگش زندگی میکنن. و باید بگویم که علاوه به مردم بومی، در حدود بیش از 90% مردم استرالیا را سفیدپوست‌های اروپایی به خصوص انگلیسی ها و تقریبا 7% آسیایا و حدود 1% بومیا و دیگر مردم تشکیل میده. علاوه بر او در استرالیا نژاد دورگه یا مختلط هم از سفیدپوستا و افراد بومی تشکیل شده، چون وقتی که سفیدپوستا آمدن در اینجا مسکن گزین شدن، بالاخره قرابت با وجود آمده، با هم روسی کردن و از اینا نسل‌های دیگه با وجود آمده که از این خاطر میگن در استرالیا نژاد دورگه هم هست. بسیار فهمیدین؟ چی سوال ندارین؟ پس بیاین که کوتاه درس خود جمع‌بندی کنیم، خلاصه درس براتون بگیم، باز کارخانگی رو میگیم و تمام. ما گفتیم که نخستین کسایی که در استرالیا بودن، بومی های خود استرالیا بودن که از جنوب شرق آسیا به استرالیا مهاجرت کرده بودن و در درس‌های گذشته هم گفته بودیم که از قاره آسیا، چون بیشترین نفوذ در این قاره است، به دلایل مختلف آسیایی ها به جاهای دیگه مهاجرت میکنن، از جمله من به استرالیا. و وقتی که اروپایی از سال 1830 میلادی وارد استرالیا میشن، کمتر از 0.5 میلیون افراد بومی گفتیم که در این قاره، در این سرزمین هم زندگی میکردن و افراد بومی استرالیا گفتیم که پوست تیره تر دارن که 550 قبیله بودن و هر قبیله هم از چندین طایفه تشکیل می شده. و وقتی که اکتشافات سفید پوستا در نقاط مختلف صورت می گیره، اینا میان وارد سرزمین استرالیا هم میشن که به همین دلیل بین این سفید پوستا اروپایا و مردم بومی استرالیا جنگ صورت میگیره و تعداد نفوس بومی متاسفانه کم میشه. اما در این اواخر تقریبا 60,000 نفر بومی استرالیایی در استرالیا هست که امروزه تلاش میکنن دوباره نفوسشان بیشتر و بیشتر شود. به خاطر چی؟ به خاطر که شرایط زندگیشان بهتر شده. استرالیا کشور صنعتی و پیشرفته است، از این خاطر هم وضعیت زندگی مردم بومی استرالیا خوب است، از این خاطر دوباره تلاش میکنن که نفوس خود بیشتر بسازن. و تا سال 1920 میلادی تعداد نفوس استرالیا به 5 میلیون نفر میرسیده، اما مهاجرای غیر انگلیسی وقت وارد استرالیا میشن تعداد نفوسش زیاد میشه که در سال 1945 جمعیتش به 7.5 میلیون نفر میرسیده که فقط نیم از اونا انگلیسی بودن، تقریبا 3 میلیون بیشترش انگلیسی ها بوده. و مهاجرای جدید استرالیا از کشورهای آلمان، هلند، ایتالیا و پولند و دیگر کشورها آمدن داخل سرزمین استرالیا شدن. و در سال 2008 میلادی یک سرشماری که صورت گرفته تعداد نفوس استرالیا را 20 میلیون نفر تخمین زده که در هر کیلومتر مربع 3 نفر متراکم است. تمام گپایی بود که در مورد استرالیا گفتیم، راجع به جمعیتش گفتیم، راجع به تعداد نفوسش گفتیم و شهرهای مختلفش که مردم در اونجا مسکن گزین هستن. تمام گپ هم قدر بود بهم که براتون 3 سوال کارخانگی بگیم. بخیر تمام. نوشته کنین. سوال اول: بومیان استرالیا از کجا وارد استرالیا شدند؟ اروپایی ها رو نمیگین، خود بومی ها رو میگین. سوال دوم: اکثریت نفوس فعلی استرالیا را کدام مردم تشکیل میدهند؟ گفتیم بیش از نیم نفوسش انگلیسی است. سوال سوم: ویژگی های بومیان استرالیا چیست؟ بیان کنید.
راجع به نو پست و گپاشون میگن. 3 سوال کارخانگی که بخیر تمام شد. تا که بازم همدیگه را میبینیم، تمامتون به خداوند بزرگ مسپارم. الله نگهدار. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.